در پی دعوت آمریکا کشورهای دیگری جهان از جمله استرالیا و زلندیای نو از استفاده تکنولوژی شرکت هواوی چین دست میکشند. آمریکا از کارشریکانش در غرب نیز دعوت کرده بود که از تجهیزات مخابراتی ZTE و هواوی با گمان جاسوسی به نفع چین دست کشند. خدمات کشف آمریکا از سال 2012 این جانب از امکانات جاسوسی هواوی و ZTE به نفع دولت چین بانگ استیراب میزنند. یکی دعای مقامات آمریکا این است که پایه‌گذاری هواوی رن ژگوی افسر مستعفی ارتش چین است و توسط فناوری‌های خود نیز میتواند به نفع دولت چین جاسوسی کند. حالا آمریکا شرکت هواوی را بر روی خط سیاه تامین کنندگان تجهیزات برای ساختارهای دولتی وارد کرد. اما در تاجیکستان و چگونه است؟ آیا از تجهیزات این شرکت عظیم چین در تاجیکستان استفاده می شود؟ همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خب کشورهایی که پای دیگر از استفاده تجهیزات شرکت چینایی هواوی دست میکشند، تاجیکستان چی؟ سلام شهلا. در تاجیکستان برعکس آن. به نظر می رسد تاجیکستان فناوری‌های این شرکت عظیم چین را با میل تام میپذیرد، آغوشش را باز کرده است و بنابر ارزیابی متخصصان عرصه مخابرات تا 90% تجهیزات مخابراتی شرکت‌های تاجیکستان ساخت هواوی چین است. دلیلش به گفته متخصصان خیلی ساده است. تجهیزات ساخت هواوی و ZTE شرکت‌های چین نظر به همتایان خود به مراتب ارزان‌تر است، اما در بازار مخابرات تاجیکستان به پورگی برای هواوی باز است. این شرکت نه تنها تامین کننده اصلی شرکت های مخابراتی تاجیکستان است، بلکه اجراگر اساسی طرح پرآوازه شهر بخطر در دوشنبه نیز می باشد. پکین برای اجرای این طرح به تاجیکستان 22 میلیون دلار قرض با امتیاز داده بود. اینک 6 سال باز دوربین های نظارتی هواوی گشت و گذار آدمان و ماشین ها را در شهر دوشنبه نظارت می کنند. بر علاوه شروع از سال 2018 هواوی کارمندان وزارت و اداره های دولت تاجیکستان را در دایره یک برنامه ویژه به آموزش فرا می گیرد. مقامات در تاجیکستان به بخطر بودن تجهیزات هواوی ظاهرا شبهه ندارند، چون در ریاست تنظیم خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند هر تجهیزاتی که برای نیاز ساحه علاقه به کشور وارد می شود از سنجش 3 نهاد: کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتور گنرالی و خدمات گمرک می گذرد و بعداً به کشور راه می یابد. شرکت هواوی از سال 2002 وارد بازار مخابراتی تاجیکستان شده است. تا این زمان این شرکت عظیم چینی بیشتر مشغول فروش تجهیزاتش به شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان بود، اما سال روان فروشگاهی رسمی تلفن‌های هوشمند خود را در شهر دوشنبه باز کرد و در مدت کوتاه پرخریدار شد. خب واقعا عبدالله تلفن‌های هوشمند هواوی سال روان نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان پرخریدار شد. طبق گزارش‌ها این شرکت 200 میلیون عدد تلفن فروخته، حتی از آیفون پیش گذشته پس از سامسونگ قرار گرفته است. اما تا کجا تلفن‌هایش به خطر هستند؟ آیا خطری به دست چینایی‌ها افتادن معلومات شخصی استفاده برندگان تلفن‌های هواوی وجود دارد؟ واقعا هم عیناً این سوال را شهلا من به نمایندگان شرکت هواوی در تاجیکستان دادم. آنها گفتند همه تجهیزات این شرکت از جمله تلفن‌های هوشمند سرتیفیکات صفتی بین المللی از جمله تشکیلات علاقه برقی در جهان با نام GSM را دارد، اما نمایندگان هواوی گفتند آنها نمیتوانند کفالت دهند که گفتگوها طریق تلفن‌های آنها از سوی کسی سوم گوش نمی‌شود، چون از تلفن این چندان وابسته نیست بلکه با سیم کارت و مقامات قدرتی هر یک شرکت ربط میگیرد. ضمناً هواوی یکی از شرکت‌های بزرگترین جهان در ساحه مخابرات است که سال 1987 تشکیل شده. حالا پس از شرکت شوئدی اریکسن دومین استحصالگر بزرگی تجهیزات مخابراتی در جهان است. این شرکت سال 1997 به خارج از چین قدم گذاشت. حالا در 175 کشور فعالیتش را به راه مانده، حدود 140,000 کارمند دارد و موفق ترین شرکت چینی در جهان به حساب می رود. ضمناً در جمهوری چک نیز خریداران تلفن‌های این شرکت به مراتب زیاد است. تشکر عبدالله برای صحبت.